فصل نخود فرنگی تازه است. حتما این پلو مخلوط خوشمزه رو درست کنید که در عین سادگی خیلی لذیذه. یه تهدیگ جذابم بهتون پیشنهاد دادم که خیلی ترد و خوشمزه است. پیاز رو با کمی روغن تفت میدیم، بعد چند دقیقه زردچوبه رو هم اضافه میکنیم. بعد گوشت رو اضافه میکنیم و تفت میدیم تا تغییر رنگ بده. حالا نمک، پودر سیر و پاپریکا میزنیم و با ادویه ها هم کمی تفت میدیم. یه قاشق رب میزنیم و بعد از چند دقیقه از روی حرارت برمی‌داریم. برنج رو از 2 ساعت قبل با نمک خیس کردیم، داخل قابلمه میریزیم، پوره گوجه و نخود فرنگی ها رو هم اضافه میکنیم، یه هم میزنیم و شعله رو روشن میکنیم. جوش که اومد کره یا روغن اضافه میشه با یکم فلفل سیاه. نمک هم میچشیم و اندازه میکنیم، درش رو میذاریم تا کامل آبش جمع بشه. داخل یه قابلمه کمی روغن و زعفران دم کرده میریزیم، سیب زمینی خلالی باریک برای تهدیگ، یک لایه برنج، یک لایه مواد گوشتی، زعفرون و به همین ترتیب همه مواد رو میریزیم. میره که 45 دقیقه دم بکشه و به